استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت است. 33 سال می شود که جمهوری تاجیکستان در راه بنیاد جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد گام‌های استوار می‌گذارد و خلق تاجیک در پرتو سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دستاورد و موفقیت‌های بی‌نظیر نائل می‌گردد. محض در زمان صاحب استقلالی تمام گوشه و کنار کشور عزیزمون به مرحله‌های نوی رشد وارد گردید و سطح زندگی ساکنان بهتر شد. حالا همکارمان دلیری بازار از مرکز شهر پنجکین مستقیما با ما پیوست است و با همصحبت خود دستاوردهای زمان صاحب استقلالی را مطرح می‌سازند. مرحمت دلیر. تشکر همکاران. واقعا هم استقلالات دولتی یکی از بزرگترین دستاورد خلق تاجیک به حساب می رود. محض در زمان صاحب استقلالی امکانیت دست داد که تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعی کشور رو به ترقی آورند، خصوصا در برابر آنه که همه روزه پایتخت کشور شهر دوشنبه سیمای خود را دیگر نموده ایستاده است. در این برابر دیگر گوشه‌های کشور نیز آباد و زیبا می‌گردند. خصوصا شهر پنجکین باستانی نیز در چند سال اخیر به مرحله نوی رشد خود وارد گردیده همه روزه سیمای خود را دیگر نموده ایستاده است. در روند کارهای سازندگی و بنیادکاری در برابر تلاش‌های پیوسته حکومت کشور و چاره‌انداشی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، این چنین سهم جوانان باننگ و ناموس کشور، صاحبکاران وطنی و در عموم تمام قشر جامعه برعلا به نظر می‌رسد. وابسته به این صحبت داریم با معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده. میگفتید که روند کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین در کدام سطح قرار دارد؟ باعث افتخار است که ما در جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و وحدت آسایشتگی عمر به سر میبریم و در سالهای صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان عزیز ما خیلی آباد و زیبا گردید. در قطار دیگر شهر و نواحی جمهوری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی کشور شهر باستانی پنجکین نیز خیلی رشد و ترقی کرده و یکی از شهرهای زیبا مبدل یافت. باید قید نمایم که در سالهای صاحب استقلالی کشور پیش از همه نقب‌های استقلال و شهرستان به استفاده داده شده. در این مدت شهرهای عینی پنجکین مورد استفاده قرار گرفت و این باعث حل گردیدن مشکلات شهروندان جمهوری تاجیکستان نسبت به رفت آمد و اینچنین مردم شریف وادی زرافشان گردید. اینچنین در این دوره پس از آباد و زیبا گردیدن شهر دیهاتی پنجکین به شهر باستانی پنجکین بسیار مهمانان تشریف آورده از موضوعهای تاریخی و یادگاری‌های تاریخی شهر پنجکین بازدید می‌نمایند. مورد قید است که در سالهای صاحب استقلالی کشور شهر پنجکین دوره قصرهای فرهنگ، اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی، فرهنگی و اینچنین اجتماعی استراحتی گردید. لازم به یادآوری است که در دوران صاحب استقلالی کشور در شهر پنجکین دانشکده آموزگاری، اینچنین کالج طبی و کالج تکنولوژی به استفاده داده شد که امروز جوانان سعادتمند کشور در آنجا تحصیل علمی نمایند. قید می‌نمایم که به مناسبت 35 سالگی تجلیل استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین ساخته به استفاده دادن 984 انشاءات‌های تنوعشان گوناگونی اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی و معیشی به نقشه گرفته شده. در عین زمان 529 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. در قطار انشاءات‌های به استفاده داده شده این ساختمان مکتب‌ها، صنفخانه‌های علاوگی، خانه‌های سلامتی، مهمانخانه‌های زمانوی و اینچنین تعمیر راه، منفشکنی راه‌ها نیز میباشند. و قید کردن هستم که پس از با وجود آمدن شرایط خوب برای قبول و گسیل مهمانان از آن جمله سیاحان در سال 2024 به شهر پنجکین زیاده از 20,000 نفر سیاحان و مهمانان بازدید نمودند. صنعت‌کنونی با صورت کشور یکی از هدف‌های چهارم ملی به حساب می‌رود و در این زمینه سال‌های 2022-2026 همچون سال‌های رشد صنعت اعلان گردیدند. علاوه بر این کارخانه‌های صنعتی برای بکار دائمی تامین نمودن ساکنان نقش خیلی مهم دارند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین بنیاد و نوسازی چند کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده و تا امروز چند تای آنها ساخته به استفاده داده شدند. در شهر باستانی پنجکین در قطار رشد دیگر ساحه از آن جمله
به رشد صحی صنعت نیز دقت جدی داده می شود و با مورد است من قید نمایم که در سالهای اولی صاحب استقلال کشور در شهر پنجکین کارخانه صنعتی فعالیت کننده موجود نبودند و اقدام‌های نجیبانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر باستانی پنجکین نیز به رشد صحی صنعت دقت جدی داده شد. از آن جمله در دوران صاحب استقلالی کشورمان کارخانه مشترک زرافشان ساخته به استفاده داده شد که در عین زمان در آنجا زیاد از 2858 نفر کارمندان از جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند و اینچنین سهم این کارخانه در رشد اقتصادی اجتماعی جمهوری ولایت و شهر پنجکین نظررس می باشد. موافق نقشه چهاربنا بخشیده به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در عین زمان در شهر پنجکین زیاد از 48 کارخانه و کارگاه‌های خردی صنعتی استحصالی مورد فعالیت قرار دارند و در این کارخانه زیاد از 3600 نفر مردم فعالیت مهنتی میبرند و اید به بهداشت زندگی خود سهم میگذارند. امروز مردم ما شکرگزاری از فضای صلح و وحدت و تنجی امانی سهم نظررس دارند در آبادانی کارهای سازندگی و گل شکوفی وطن عزیزمان. از آن جمله ساکنان شرفمند شهری باستانی پنجکین تصمیم گرفتند که با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کارهای آبادانی سازندگی و سبز خرمگردانی سهم ارزنده خود را گذارند و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های خوب مهنتی استقبال نمایند. تشکر. بینندگان عزیز، عین حال صحبت داشتیم با معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده دویر به روند کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین.